دوستان سلام. امروز خودروی بریلیانس H230 به ما مراجعه کرده برای تعمیر کمک‌های جلو و شارژ کمک‌ها. بررسی که کردیم توپی‌های سرکمک دو طرف خرابه، با تعویض بشه. لاستیک‌های موجگیر تعویض، کمک‌ها تعمیر. همونطور که میدونید این ماشین فرمونش برقیه. بوش چاکلت سمت شاگرد این ماشین به لقی خورده، میل شونه‌ای لقی داره، باید تعمیرش کنیم و خلاصیشو بگیریم. با این شماره تماسی که این پایین براتون گذاشتم حتما تماس بگیرید. کمک‌های خرابتون رو ما تعمیر میکنیم با 1 سال ضمانت. حتما لایک کنید و ما رو تو یوتیوب دنبال کنید و این پست رو برای دوستان همکارا حتما بفرستید تا ما رو دنبال کنن. دوستتون دارم. فعلا یا علی.